مجموعه ویدیوی ارتش شیطان قسمت 12. مجموعه ویدیوی ارتش شیطان و بیان نقشه های پنهان یاران شیطان در دنیای امروزی می پردازد که چگونه دنیا و مردم آن به طرف شیطان و در نهایت تباهی کشیده می شود. این قسمت به شما نشان می دهد که چگونه شیطان با استفاده از صنعت موسیقی انسانها را به طرف شهوات و فساد دعوت می کند و شما حکمت دستور حرام بودن موسیقی را متوجه خواهید شد. تماشای این قسمت برای همه عزیزان توصیه می شود. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هر کسی موسیقی را خوش دارد و از آن لذت میبرد. هر کس آوازخوانی، رقص و سرور را خوش دارد. پس چرا باید گفت موسیقی حرام است؟ بسیار ساده است. برای دانستن حکم چیزی باید به قرآن و سنت رجوع کنیم. ما مسلمان هستیم و باید به قرآن و سنت رجوع کنیم. آیا دین خود را خارج از قرآن و سنت گرفته ایم؟ نه خیر. اگر به سنت رجوع کنیم، معتبرترین کتاب برای مسلمانان، هر مسلمانی که پیرو سنت است را بپرسید، میگوید صحیح البخاری. بعد از قرآن این معتبرترین کتاب در روی زمین است. و در صحیح البخاری رسول علیه السلام میفرماید افراد از امتم خواهند آمد که چیزهای حرام را حلال میشمارند. آنها زنا را، استفاده ابریشم برای مردان را، مصرف مواد نشه‌آور و شراب را و آلات موسیقی را حلال میشمارند. رسول علیه السلام میفرماید که مردم خواهند آمد که این 4 چیز را حلال میشمارند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش موسیقی را حرام گفته و پیامدهای آن واقعا چشمگیر است. سالهاست که در مورد قدرت تاثیرگذاری موسیقی بر ذهن انسان تحقیقات صورت گرفته. صدها مطالعه علمی نشان می‌دهد که موسیقی تأثیری عمیق بر احساسات، ادراک و رفتار ما دارد. هاینریش ویلهلم دوف کشف جالب در زمینه امواج صوتی موسیقی کرد. زمانی که از پدیده عجیب ضربان دوگانه مطلع شد، این ضربان فرکانس‌های مخصوص موسیقی اند که عملکرد امواج مغزی را متاثر ساخته و در نهایت حالت ما را دیگرگون می‌کند. یک تحقیق دیگر در سال 2012 توسط روانشناس به نام این چرمر واضح ساخت که ادراک ما از جهان بیرونی میتواند توسط ریتم موسیقی متاثر شود، چون امواج مغزی ما با ضربان صوتی هماهنگ می شود. نکته جالب در این تحقیق این است که شرمر دریافت که وقتی مردم در این هماهنگی قرار می گیرند، جهان بیرونی را نیز در همان حالت درک می کنند. این یعنی به دلیل کنترل اهتزازات امواج مغزی توسط موسیقی، حالت روانی ما به سادگی تغییر می کند. وقتی امواج مغزی توسط موسیقی کنترل شد، مغز شما به موسیقی هماهنگ می شود و این گونه هست که بدن شما از کنترل خودتان بیرون شده و شروع به حرکات غیر ارادی می کنید و مغزتان آماده قبول کردن تمام پیام‌های طرح شده می شود. ضربان و نوت‌ها آنقدر تاثیرگذار هستند که شما سریعاً شعر یعنی آهنگ را حفظ می توانید و این اشعار و پیام‌ها بر اخلاق شما تاثیرگذار هستند. و اگر ضربان یعنی امواج قوی‌تر باشند، حتی باعث از بین رفتن سلول‌های عصبیتان می‌شوند. موسیقی سیستم احساسات مغزها را لمس می‌کند و این باعث می‌شود که این قسمت مغز بر قسمت‌های دیگری آن تاثیرگذار شود. فکرش را کنید زمانی که ما عاشق می‌شویم چگونه عقل خود را از دست می‌دهیم؟ این به خاطر قدرت احساسات است. چون این گفته می‌شود که سیستم موسیقی حتی در حیث محدودیت‌های وضع شده خودشان بی‌توجه است. تنها چیزی که کردن همین بود که یک محدودیت یعنی مشوره والدین را در عقب CD ها چاپ کردند. آنها شعر آهنگ ها را در معرض دید والدین قرار نمی‌دهند.
این عجیب است با وجود اینکه کمیسیون ارتباطات فدرال محدودیت‌های سخت در نشرات وضع نموده و موسیقی‌های مشهور بیشتر از طریق همین نشرات یعنی اینترنت به فروش می‌رسند. ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که یک سیستم وضع شود تا ما را کاملا از این نشرات مبتذل حفظ کند. ما باید خودمان را از خود حفاظت کنیم. ما باید بدانیم که این میدیا و نشرات ما را متاثر ساخته و تغییر می‌دهد و ما باید آگاه باشیم که آنها چه می‌کنند و چگونه می‌کنند و باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم این چیزها بر ما تحمیل شود. به نظر موسیقی آسان ترین راه برای از بین بردن اخلاقیات است. امروزه موسیقی در حقیقت فحاشی صوتی است. دقیقاً همین چیز است. محتویات مبتذل، بی‌حیایی و رکیک حس انسانیت را از شما دور می‌سازد و باعث می‌شود که زنها را به دیده کلاه ببینید، حتی بدتر از کلاه و بدتر از حیوانات. وقتی اینها در مورد زنان حرف می‌زنند مثل این است که در مورد یک حیوان حرف می‌زنند و اگر به شکل متواتر به این چتیات گوش دهید گمراه می‌شوید و در هیچ چیز جز نافرمانی الله متعال لذت نخواهید یافت و این نشانه یک قلب بیمار و فاسد است. اوه بله، موسیقی کاملا یک ساحه جداست که از این روش ها استفاده می کند. موسیقی پاپ و تمام فیلم های مشهور، تلویزیون و صنعت موسیقی پیام های را با خود دارند و تنها یک سرگرمی نیستند. این سرگرمی ها رایگان نیستند بلکه یک طرز تفکر خاص را به شما تلقین می کنند و مردمی که آنها را تماشا می کنند را تحت تأثیر قرار می دهند. ما فکر می کنیم که این سرگرمی ها مضر نیستند در حالی که بسیار مهم هستند. یک نوع از سیستم تبلیغات است چون مردم را تحت تأثیر قرار می دهد بدون اینکه آگاه باشند و این بدترین نوع کنترل مردم در اجتماع است که آنها را بدون اینکه بدانند در کنترل داشته باشید. Now you can't even listen to the lyrics because they're so disgusting. حال شما حتی به اشعار گوش داده نمی توانید چون خیلی زشت و پلید هستند. و فخرالدین رازی در تفسیر آیه در مورد شیطان گفته تو شیطان کوشش میکنی که آنها را با صدایت گمراه کنی، با اشعار پلید که اطفالشان آن را میشنوند و حفظ میکنند آنها را گمراه میکند. این در قرن 13 در تفسیر مفاتیح الغیب آمده است. پس حالا وضعیت ما چگونه هست؟ اینها گام‌های شیطان هست. او مردم را به تدریج گمراه می‌سازد. اطفال در امریکا به طور اوسط 2.5 ساعت در روز موسیقی می‌شنوند. 1/3 تمام آهنگ‌های پاپ دارای پیام‌های مبتذل هست. تعداد پیام‌های مبتذلی که در خور نوجوانان داده می‌شود به 35 بار در ساعت می‌رسد. آنها روزانه 2.5 ساعت موسیقی می‌شنوند. در هر ساعت 35 پیام مبتذل، 84 بار در روز و 591 بار در هفته. در مورد الکل و مخدرات در این اشعار گفته می شود اینها گام‌های شیطان هستند. 3700 بار در سال. طبق آمار درصدی تشویق به مخدرات و الکل در آهنگ‌ها چنین است: موسیقی پاپ 9%، راک 14%، هپ هاپ 20%، آهنگ‌های محلی 36%، رپ 77%. و تمام این اطفال بر رپ گوش می دهند. این چیزی است که این شیطان پرستان می پرستند. بافومت. اگر متوجه باشید او دو جنسه یعنی ترکیب مذکر و مؤنث است و نیز این علامات و نشانه هایی که دارند و این علامات را به کار می برد چون عدد 11 شماره شیطان هست. چون 11 یعنی 1 در پهلوی 1 یعنی شرک و آنها ضریب های 11 را خوش دارند. 11 22 33 66 و غیره. این ضریب ها را خوش دارند چون آنها در جادویشان از راز اعداد با خبرند. بنان از این اعداد استفاده می کنند. وقتی رسول علیه السلام را جادو کردند در 11 گره دمیدند. 11 عقده و به همین دلیل موعظتین 11 آیه دارد چون ما را از جادوی آنها حفظ می کند. پس ای مردم این چیزها واقعیت دارد. من آن را از خود نساخته ام. واقعیت دارد. می بینید که مدانا از بافومت خود تقلید می کند چون او یکی از آنهاست و او یک عدد شناس است و یک عدد شناس است و از علم اعداد کار می گیرد. لیدی گاگا 10 میلیون طرفدار دارد. بنابراین شیطان پیروان زیاد را در توییتر دارد. حال این مرد لاوی معبد شیطان را تأسیس کرد. او انجیل شیطانی را نوشت و در مورد این نشان که همه آنها به کار میبرند توضیح داده. او میگوید این نشانه لعنت فرستادن شیاطین است و به این ترتیب به مردم لعنت میفرستند و میبینی که مردم در کنسرت ها این نشانه ها را به کار میبرند و فکر میکنند خوب است.
مرلین منسن یکی از پیروان آنتون لاوی بود. ده ها هزار نفر در کنسرت های او اشتراک می کنند. او به طور آشکار از مردم می خواهد که خداوند را محکوم کنند و می گوید من از شما می خواهم امشب خداوند را انکار کنید و آنها همه این کار را می کنند. ای مردم، اینها همه واقعیتند. او به این کار متعهد است. او کاهن معبد شیطان است و آنها از موسیقی استفاده می کنند چون موسیقی فتنه است، اغوا کننده است، شما را مجذوب خود می کند و شما آن را دوست دارید و از آن لذت می برید. حال این مایلی هست با موهای شاخگونه اش. درست؟ این چیست؟ او در آمریکا میلیون ها طرفدار از طبقه اطفال داشت و حال او تبدیل به چنین چیزی شده. و اگر توجه کنید این عادت یعنی بیرون کردن زبانش را از کجا گرفته؟ کالی، یک جن از آیین ویرانگرایی هندویزم، چون این ویران کننده پاکی جوانان است. او واقعا توسط کالی تسخیر شده. او نمیتواند از این عمل یعنی بیرون کردن زبانش دست بکشد. حتی از او پرسیدند چرا این کار را میکنی؟ گفت من مجبورم این کار را بکنم چون کالی کسی است که این کارها را در کنترل دارد. کالی، جن. اگر متوجه باشید آنها از روش بک ماسکینگ کار میگیرد. این حرام است که قرآن را برعکس بخوانید. این واضح است چون آنها در جادو هر چیز را برعکس میخوانند. الیستر کرولی با آنها آموخت که چگونه برعکس حرف بزنند. جان لینون میدانست که چگونه برعکس حرف بزنند. از او ضبط‌های بجا مانده که در آن برعکس حرف میزند، روشی که با آن هر چیز را برعکس میخوانند. لید زپلین از پیروان الیستر کرولی در یکی از آلبوم‌های خود از این روش استفاده کردند. بنابراین شما پیام‌های عجیب و غریب را میشنوید. We all as artists, because we're highly sensitive people, and this. من فکر می کنم که همه ما هنرمندان بسیار حساس هستیم و این صنعت موسیقی یک صنعت شیطانی است که زندگی و هویت مردم را قربانی خود می کند. در کارت خیلی موفق هستی. آیا در حدود 10 سال قبل هم کدام سیدی منتشر کردی؟ بله، من زمانی که 15 ساله بودم یک نوار را از انجیل منتشر کردم، چون من در خانواده بزرگ شدم که همیشه به موسیقی انجیل گوش میدادم و والدینم خطیب مسافرتی بودند. بنابراین در سن 15 تقریبا در مورد چیزهایی میخواندم که زندگیم به آن متمرکز بود. به همین ترتیب بعدها با شرکت‌های موسیقی معرفی شدم. قسم میخورم من موسیقی را من حیث یک کمک مالی میخواستم، اما کفایت کننده نبود. بنابراین نفس خود را به شیطان فروختم. بله، من به ایلومیناتی باور دارم. مراحل مشخصی وجود دارد که به آنجا برسی، مراحلی که دیگر پیش رفته نمیتوانی مگر این که بعضی چیزها را بدانی و من همینجا خاتمه میدهم. منظورم را میدانید. مراحل مشخصی است که به آنجا برسی. دری وجود دارد که باید از آن عبور کنی و زمانی که عبور کردی دیگر راه برگشتی وجود ندارد. اگر هدف نهاییت کسب شهرت باشد، باید کارهای زیادی بکنی تا به آن برسی. مثل اسمت را با خون در قرارداد با شیطان درج کنی و این یک جادوی یک طرف است که به هیچ طرف راه ندارد. حقیقت همین است. مردم زیادی را دیدم که به خاطر کسب شهرت و ثروت دست به این کار زدند و در نهایت هیچ ارزشش را ندارد. اصلا ارزشش را ندارد. امروزه در غرب مردم همه وقت موسیقی میشنوند. همیشه گوشی‌هایشان وصل است. در موتر سوار میشوند و موسیقی را روشن میکنند. قدم میزنند و گوشی‌هایشان وصل است و به موسیقی گوش میدهند. و مردم لیست طولانی آهنگ‌ها را با خود دارند و برای آن بسیار هزینه کردند. و میبینی که همه خود را گم کرده، هیچ وقتی برای فکر کردن ندارند، چون زندگیشان با این صوت‌ها پر شده. بنابراین امروزه شیاطین اسباب زیادی دارند که در گذشته نداشتند و استفاده موثری از آن میکنند. شما نمیتوانید صنعت موسیقی را کنترل کنید، اما میتوانید خود و اطفالتان را در کنترل داشته باشید و جای موسیقی روح و ذهن خود را با قرآن تغذیه کنید. آلات موسیقی بر سرشان می باشد. او علیه السلام چگونه این را می دانست؟ این چیزی است که گفته شده من آن را نساختم. فرموده It says they'll have معازف على رؤوسهم معازف. On their heads are musical instruments. بر سرشان آلات موسیقی می باشد. در زمان رسول علیه السلام چه کسی می دانست که این چه معنا دارد؟ اما امروز ما این مردم را در همه جا می بینیم. ذهنتان آکنده از افکار آنهاست. شما دیگر خودتان نیستید. پناه میبرم به الله متعال از شر شیطان رانده شده. یا الله، من پیام را ابلاغ کردم. منتظر قسمت های بعدی باشید انشاءالله.